سلام، من مژده‌ام و امروز قراره یه پرونده جنایی رو کوتاه و خلاصه براتون تعریف کنم. پرونده امروز راجع به شخصی به اسم الی نسلر. پرونده امروز از جایی شروع میشه که الی پسر 6 سالش یعنی ویلی رو به یک اردوگاه کتاب مقدس میفرسته. الی فکر میکرده اگه توی دنیا فقط یک جای امن برای پسرش وجود داشته باشه اونجا همینجاست، اما اون اشتباه میکرد. ویلی توی این اردوگاه با شخصی به اسم دنیل درایور که مربی اون کمپ بود آشنا شد. دنیل بعد از جلب اعتماد ویلی به شیوه های خیلی وحشتناکی از اون سوء استفاده میکرد و بعد هم اونو تهدید میکرد که نباید به کسی چیزی بگه. ویلی هم از ترسش بیشتر از 1 سال سکوت کرد و چیزی راجع به این قضیه به کسی نگفت، اما بعد یه روز طاقتش تموم شد و برای مادرش همه چیز رو تعریف کرد. بعد از شکایت ویلی مشخص شد که 4 تا کودک دیگه هم توی همون کمپ مورد آزار و اذیت شدید دنیل قرار می گرفتن. ویلی احساس ترس و بیماری میکرد و همه چیز براش خیلی سخت میگذشت، اما دیدن ویلی برای مادرش هم خیلی سخت بود. پس یه روز دیگه طاقتش تموم شد و توی وقت استراحت دادگاه دنیل یه اسلحه از کیف خواهرش در آورد، تو چشمای دنیل زل زد و در مجموع 5 گلوله به اون شلیک کرد. الی نسلر در آخر به 10 سال حبس محکوم شد. نظر شما راجع به حکمی که الی گرفت چیه؟ آیا به نظرتون حکمش منصفانه بود؟ این ویدیو به صورت خلاصه و کوتاه تعریف شد تا شما فقط با مضمون پیج و چنل آشنا بشید. اما اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما من رو ساب کنید تا پرونده های طولانی و با جزئیات کامل رو براتون تعریف کنم.